اگه 5 سال دیگه خدا آیندت بیاد جلو چشت بشینه و بگه دمت گرم که انجامش دادی، همین رو ادامه بده، یا اینکه بگه ای کاش اون موقع جدی تر بودی، کدومش برات جذاب تره؟ واقعیت اینه که آینده ما همین الان داره ساخته میشه، نه فردا، نه هفته بعد، همین لحظه. این یعنی هر انتخاب کوچیکی که الان میکنی میتونه تیکه آجر باشه برای ساختمون زندگیت. حالا بیا با هم ببینیم چجوری میشه انگیزه رو بسازیم و رشد کنیم بدون اینکه دنبال معجزه یا فرمول عجیب بگردیم. خیلی‌ها فکر میکنن بعد یه روز از خواب بیدار بشن و یه انرژی عجیب بیاد تو وجودشون، بعد بتونن کوه و جابجا کنن. ولی انگیزه مثل برق نیست که یهو روشن بشه، بیشتر شبیه یه آتیش کوچیکه. خودت باید روشنش کنی و هی هیزم بریزی که بتونی زنده نگهش داری. یه ترفند ساده اما جادویی. با خودت بگو فقط 5 دقیقه. نمیخوای درس بخونی؟ فقط 5 دقیقه کتابو باز کن. حوصله ورزش نداری؟ فقط 5 دقیقه نرمش کن. باور کن توی 90% مواقع همون 5 دقیقه تبدیل میشه به نیم ساعت، یه ساعت. چون شروع همیشه سخت‌ترین بخش ماجراه. وقتی شروع کردی ذهن دیگه مقاومت نمیکنه. چرا اینقدر کارامون عقب میندازیم؟ جوابش ساده است. چون مغز ما عاشق راحتیه. وقتی بین دورایی خوابیدن و دویدن قرار میگیره، سری خوابیدن رو انتخاب میکنه. چون هم امنه، هم انرژی کمتری میخواد. اما خبر خوب اینه که مغز هم مثل یه عضله است. هر بار که برخلاف تنبلی عمل میکنی، این عضله قوی تر میشه. کم کم انتخاب درست برات آسان‌تر از انتخاب راحت میشه. خیلی‌ها فکر میکنن رشد فردی یعنی مقایسه با بقیه. نه، رشد واقعی یعنی امروزت یه ذره بهتر از دیروزت باشه. دیروز سیگار کشیدی، امروز نکش. دیروز 10 صفحه خوندی، امروز 12 صفحه بخون. دیروز زود عصبانی شدی، امروز 1 دقیقه بیشتر صبر کردی. رشد یعنی همین میلیمتر میلیمتر جلو رفتن. کسی یه شب قهرمان نمیشه که. یادت باشه، شکست و زمین خوردن بخشی از رشده. بچه‌ها چند بار زمین میخورن تا راه رفتن یاد بگیرن؟ 100 بار، 200 بار. هیچکس بهشون نمیگه تو به درد راه رفتن نمیخوری. پس چرا وقتی ما یه بار تو درس، کار یا رابطه شکست میخوریم سری خودمونو میبازیم؟ شکست یعنی داری تلاش میکنی، یعنی توی مسیر درستی. یه نکته مهم: آدمایی که دور و برت هستن مثل وایفای روی ذهنت و حالت اثر میذارن. اگه همیشه با آدمای منفی، غرغرو و بی هدف باشی، کم کم خودت هم همین میشی. ولی وقتی کنار آدمای پر انرژی و هدفمند باشی، ناخودآگاه انگیزه میگیری. پس یکی از میانبرهای رشد فردی انتخاب درست آدمایی که وقتت رو باشون میگذرونی. خیلی‌ها فکر میکنن خوشبختی یعنی رسیدن به یه نقطه خاص. وقتی فلان ماشین رو بخرم، وقتی فلان خونه رو بخرم، وقتی فلان مدرک رو بگیرم. اما حقیقت اینه که خوشبختی توی همین مسیریه که داری میری. اگه فقط مقصد رو ببینی، راه رو از دست میدی. لذت رشد توی همین تغییرات کوچیک روزانه است. خب بیاین جمع‌بندی کنیم. 1. منتظر انگیزه نشو، حرکت کن تا انگیزه بیاد. 2. از قانون 5 دقیقه استفاده کن. 3. هر روز فقط کمی بهتر از دیروز باش. 4. شکستاتو به جای دشمن به عنوان مربی ببین. 5. اطرافیانتو درست انتخاب کن. 6. از مسیر لذت ببر، نه فقط از مقصد. دوست من، زندگی توی تغییرات بزرگ خلاصه نمیشه. زندگی واقعی توی همین اتفاقهای کوچیک روزانه است. امروز میتونی بخوابی، اما میتونی 5 دقیقه زودتر بیدار شی و یه قدم به خود آیندت نزدیکتر بشی. تصور کن 5 سال بعد خودت بیاد جلو تو لبخند بزنه بگه دمت گرم که اون روز تصمیم گرفتی شروع کنی. پس چرا همین الان، همین امشب این جرقه رو خودت روشن نمی‌کنی؟